اینو 12 بار دیدم، هر 12 بارم خندیدم. چه عمو سلام، خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه. عمو یه دعا بخونیم واسه امواتتون، یه دشتی هم به ما بدید، ما زن و بچه داریم. اگه بخوای مصیبت بخونی ولش کن. این خدا بیامرز آدم شاد. باریکلا. خب آخه من تو قبرستون آخه چی بخونم؟ این رفیقمو شاد بوده. شاد اگه بخونی بسم الله. آخه من دعای شاد از کجا میخونم؟ میخونم. این چی کارش کردی بنده؟ افسر کاکل به سر وای وای. باریکلا. این خبر از من ببر وای وای. بگو به یارم که دوستش دارم، بگو برگرده چشم راشم من شادش مرحوم باید برقصه از اسرائیل نترسه، مرحوم باید برقصه از اسرائیل نترسه. حاجی یعنی یکم دیگه میرفت جلو، این داداشمون کلا همه چیز میکرد، یه چیزایی بعد اینجا میخون کسی تو قبرستون قف بود. ولی حاجی دمش میگم چقدر قشنگ، چقدر حال کردم، خیلی عالی بود. فقط یارو چقدر سریع موزیکش پلی شد، دیدی نوهر با چات قاطی کرد اصلا.